السلام علیکم خوانندگان عزیز، میهمانان محترم. همه نشسته‌ای که در این لحظه بسیار بزرگوار اشتراک دارید. دوستان عزیز، می‌گویم که در اینجا یا در همین زد استرها میمونند. میگه همه آدمای این نشستگی یک از پس همدیگر آمده رفتن میگیرن. من با خوانندگان صنف ده چنین آرزو دارم. امروز که شما اولین مرتبه با آستانه صنف دهم پیروان میگید، بجای نو بسری کار نو و دانشگاه نو میروید، یک چیز باید اساسی فراموش نکنید. در هر کجایی که شما کار نکنید باید یک نشان شما باقی ماند، یک زحمت دست شما باید ماند. اما مقصود مدینه دیرکتوران من جانشین برای اینکه یک چیز از همین قرار حکومت ماند، ما در دهه یک چاهی باق‌برزریت گرفتیم. در پارتوگه در یک جای ناآگاه اولین نهارهای و زحمتی دست خواننده ها بودگی شنیدیم. امروز همون باغ میوه داده شده. امروز همون باغ نام گیاه ما هم داده شده. هر یک از کننده ها باید یک چی از خود باقی بذارد.